با گوشی با آتیش یا خدا مادر جان گوشی آتیش گرفت چیکار کنم؟ هیچ وقت با گوشی موبایلی که در حال شارژ گرفتنه همزمان نه صحبت بکنید و نه باهاش کار بکنید. دوستای عزیز من، وقتی که گوشی موبایل در حال شارژ گرفتنه داره یه حرارت خیلی زیادی به باتری لیتیومی اون وارد میشه. وقتی شما شروع میکنید به صحبت کردن و یا کار کردن، این حرارت چندین برابر میشه و اون موقع است که باتری لیتیومی در مقابل حرارت خیلی زیاد واکنش نشون میده، شعله‌ور و یا منفجر میشه. پس خواهش میکنم ازتون هیچ وقت هم گوشی موبایلتون رو در مجاورت وسایل و لوازم گرمازایی مثل شوفاژ، بخاری، اجاق‌گاز و یا زیر بالشت سرتون نذارید. تا اونجایی هم که میتونید این کلیپ رو اطلاع رسانی بکنید که خدا نکرده برای کسی حوادث ناگواری رخ نده. ایمن باشید. خدا نگهدار.